مشکل اصلی دختر وجیه رستگار افشا شد. دلیل کارهای غیر نرمال عدیه رستگار چی بوده است؟ عدیه رستگار در کدام کشور بزرگ شده است و این مصروفی چی کار باری است؟ تازه ترین برنامه عدیه رستگار با نظیره و سحر صفدری در کشور امریکا. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. عدیه رستگار یگانه دختر خانم وجیه رستگار و فرید رستگار، دو ستاره موسیقی مشهور و محبوب افغانستان. وی بزرگ شده کشور آلمان می باشد. عدیه رستگار در سن طفولیت کنسرت های متعددی برای مردم و کودکان افغان اجرا می کرد و آهنگ های کودکانه برای دزداران صدایش در آن زمان می سرود. ولی عدیه رستگار به یک باره برای مدت طولانی از هنر موسیقی دوری گزید. هرچند وی در یک خانواده هنری دیده به جهان گشوده، علم هنر موسیقی را از مادر بزرگوار و پدرش آموخته است. عدیه رستگار در کشور آلمان قرار است در رشته موسیقی سند مستریش را به دست آورد. جدیداً ویدیوهای نشر شده از عدیه رستگار در صفحات مجازی بازتاب گسترده‌ای داشته است و وی را خطاب به انسان روانی کردند، ولی وی کاملا سالم می باشد. اکنون قرار است وی ماستری بخواند. عدیه رستگار برنامه تازه با نظیره کریمی و سحر صفدری در کشور امریکا ثبت کرده است. وی سپاسگزاری تمامی زحمات خانواده‌اش در قبال خودش می باشد. عدیه رستگار قرار است آهنگ‌های جدید میهنی برای دوستداران و طرفدارانش از طریق صفحات مجازیش نشر کند. من آرزوی موفقیت، سعادت و خوشبختی برای عدیه رستگار با جمله جوانان کشور خود آرزو دارم. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. صحت و سلامتی برای شما نازنینان از بارگاه عزت الله یزال تمنا دارم. تا درودی دیگر امیتان را به الله منان سپرده، موفق و کامگار باشید.